پیرزن روزی به نبیره‌هایش من بار هم در عمرم به پای سوار نشدم گفته رغبت سوار شدنش به قطاره را ابراز نمود. نبیره‌ها در حال پشت عمل ساختن آرزوی مادر کلانشان در اندیشه خریداری چپته شدند. آنها تا شهر نزدیک که یکی از خویشانشان عمر می برد برای مادر کلان و چند نفر خودشان نبیره‌ها چپته ها گرفتند. پیرزن به پای سوار شده به یکی از کرسی های آن نشست. در حال احساس کرد که کرسی چندان مناسب نیست، زیرا کهنه و دریده هم بود. از وضع کرسی ناراحت شده از جایش برخاسته و به کرسی دیگر در اول وگان نشست. کمی نشسته بود که طفل با صدای بلند به گریه در آمده پیرزن را که طبیعتش آرام بود و آرامی را دوست می داشت ناراحت کرد. تبش خیره شده از آنجا نیز برخاسته به آخر وگان رفته نشست. اندک نشسته بود که احساس کرد آفتاب آنجا خیلی تفسان است و برای نشستن جای مناسب نیست. پیرزن باز اظهار ناراحتی کرده برخاسته جانب دیگری رفته نشست. منتها جایش این دفعه پسندش شد. کرسی نرم و ملایم، سر و صدای دلخراش نبود و هوا نیز معتدل بود. بر ضمن این همه از تیریزه به بیرون چشم انداخت. منظر زیبای دشت و دمن و دیه ها را بدید. درختان سبز قامت افراخته، زمین های زراعتی کاشته، هر کجا گوسفندان می چریدند. دهقانان جای جای یکی به بستن آب سوی زمینش، دیگری در حال کلند کردن، سومی جای نشسته در حال چای نوشی. در کوچه و میدانچه های میان خانه ها کودکان چون دانه های مروارید هر کجا جمع و علاهیده به بازی سرگرم بودند. چون قطاره را می دیدند سوی آن اشاره سلام یا خداحافظی می کردند. پیرزن چند لحظه به تماشای این منظره های زیبا حلاوت می برد. او از سوار شدن قطاره خیلی راضی و خوشحال بود. اما شادی پیرزن زیاد دوام نکرد. در شوق و حلاوت تماشا بود که ناگهان بلندگویی وگان صدا بلند کرد. مسافران محترم، آماده شوید. چیزهای خود را فراموش نسازید. پایست بعد 5 دقیقه به ایستگاه می رسد. پیرزن بیچاره غمگین شد. با حسرت به دلش گفت اگر می دانستم که سفرم اینقدر کوتاه است، از همان لحظه اول نزد تیریزه نشسته به تماشای طبیعت زیبا حلاوت می بردم. افسوس وقت زیادم را در ملامت جای و نارضایی از وضع وگان گذرانیدم. دوستان عزیز، حیات چنین است. عمر من و شما خیلی کوتاه است. آن را به نارضایی، دلتنگی و شکایت کنی از حالت نگذرانیم. از لحظه های عمر به خوبی بهره بریم. با رضامندی زندگی نماییم. خداوند را بر نعمت عمر ثنا گوییم. نعمتهایش را شکر گوییم و برای مسکن آخرت توشه جمع نماییم.